أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله مولانا الكريم. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. عنوان امروز ما لقمه نور است. لقمه نور. ما مردم اهل دنیا چنان غرق لقمه دنیا شده ایم که اصلاً یاد لقمه حقیقی من را که اون لقمه نور هست و غذای نورانی هست فراموش کرده ایم. همیشه تنها گله های ما از بدان نیست، انسان های بد، بلکه از خوب ها هم گله داره. یعنی فرض کنین که خوب ما و شما باشیم، از خود ما گله داریم که ما هم غرق لقمه نفس شدیم، غرق غذای ظاهری شدیم، خوردن و نوشیدن و سفر کردن و عمر خود را غرق این دنیای دروزه، در دنیایی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: کن کعابر السبیل، شما مثل عبور کننده راه در این دنیا باشید، مسافر باشید. البته این احادیث و این سخنرانی ها و آیاتی که دنیا را محبتش میکوبه به این معنا نیست که ما مردم را به انزوا تشویق بکنیم، نخیر. به گوشه‌گیری تشویق بکنیم، نخیر. این هدف علمای دین نیست. یعنی اگر گاهی از مرگ و گاهی از قیامت و گاهی از جنت و گاهی از دوزخ و از شفاعت و از قهر خداوند و گرفت الله تبارک و تعالی و داد و رحمت او صحبت میکنیم، هدف ما این نیست که مردم همه دنیا را ترک کنند و در یک خرابه زندگی کنند، نخیر. اگر این اشتباه را کسی تا حال درک کرده باشه، این اشتباه خودش است که درک کرده. دین اینطور نمیگه. هدف دینی است که تو مثل مسلمان، مثل اهل آخرت، پیرو انبیای خدا، بنده الله تبارک و تعالی باش. هر چیز از دنیا داشته باش، حلال، ولی در راه شریعت اسلامی مصرف بکن. و این آدم باز اگر این کار را میکنه اهل دنیا نیست، ولو دنیادار است. عنوان ما امروز لقمه نور است. حضرت مولانا رحمت الله تعالی علیه می فرمایند: گر تو گیری لقمه از خوان نور، خوان دسترخوان، یک لقمه اگر تو از دسترخوان نور می گرفته باشی، خاک ریزی بر سر نان تنور. باز اون وقت لذت نان تنور را فراموش میکنی، لذت گوشت ها و میوه ها را فراموش میکنی، لذت شورباها و پلوها را و داشی ها و کباب ها و ماهی ها را فراموش میکنی. چه وقت گر تو گیری لقمه از خوان نور، از دسترخوان نور، از دسترخوان معنویت،
از دسترخوان سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. آنگاه است که تو نفستا، خوردنتا، نوشیدنتا، پوشیدنتا و این دنیای با این عظمت را صفر و هیچ فکر میکنی از نگاه دنیا بودنش و از نگاهی که دنیا کشتگاه آخرت است. همه چیز فکر کرده لقمه میگیری، لقمه پنسیری نه، لقمه نور. او خلاف این لقمه است. نخوردن، روزه گرفتن، بالای نفس پایماندن. میخواهیم که کنترل شوه شهوت ما، میخواهیم که کنترل شوه نفس ما، میخواهیم که کنترل شوه شیطان ما، میخواهیم که ما بنده الله شویم، میخواهیم که ما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شویم. میخواهیم که آتش هوای ما، در درون ما یک چیز است به نام هوا، هوایی که فیزیک دانا و کیمیا دانا میگه اکسیژن، او را نمیگم، هوای نفسانی، هوا خواهش نفسانی، خواهش شیطانی، خواهش حیوانی در درون ما است. اگر بتانی بالای این خواهش پایبانی، نامش غذای نور است. چه قسم پایبانی؟ از کجا شروع کنیم؟ چی کنیم؟ بیاین از قرآن میپرسیم، بیاین از حدیث پاک سردار ما، بادار ما، محمد ما صلی الله علیه و سلم میپرسیم. بیاین سیرت صحابه کرام ورق میزنیم، ورق بزنین. ابوبکر چی کرد، عمر چی کرد، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین در این مورد چی گفتن و چی کردن. سر از نو فاجر شروع کردین، لقمه نور گپ میزنیم، فاجر نکشه. لقمه نور یعنی گرسنگی، لقمه نور یعنی روزه نفل، دوشنبه پنجشنبه. صحیح است؟ امروز چهارشنبه است؟ جمعه. شاید کدام نیکبخت امروز هم روزه باشه. کسایی هم هستند که آنقدر این لذت داره این لقمه که دوشنبه و پنجشنبه رو میگیره، باز یگان روز دیگر هم میگیره، میگه که بسیار مزه داره. چی؟ لقمه نور، همون قسمی که لقمه نفس لذت داره، خیلی بالاتر و بالاتر، آنقدر بالاتر و شیرینتر و لذیذتر که اصلا قیاس نمیشه به لقمه ظاهر. لقمه نور. صحابه های کرام بعضیشان همه روزه بودن، همه روزه بدون استثنای 5 روزی که منهی است او را نمی گرفتن، دیگه همه روزه بودن. این که روزه دهر مکروه هست یا نیست بعداً تشریح میکنیم. خوب تشریح میکنیم که یک وقت ما مردیم صدای ما، علم ما مانده باشه و مردم برای ما اقلا دعا خوب بکنن. صحیحش تشریح میکنیم. بعضی صحابه کرام یک روز روزه بودن، یک روز میخوردن. این روزه ای که است؟ داود علی نبینا و علیه السلام. داود صاحب بسیار پولدار بود، ولی یک روز شکمش استخالی میکرد و غریبی میداد. حکمت روزه یکیش همین است. چو وقت از حال تشنگان و گرسنگان و یتیم ها و بیوزن ها و مظلوم ها و بیچاره هایی که در دشت و بیابان هر کشوری مظلوم جان باخته رایستن، چو وقت درش خبر میشی که روزه بگیری خبر میشی. شکم سیر باشه خبری نیست. یکی از رمزایی که لقمه نور برات میتهیرد، دلت شکسته میسازه، قلبت دورانی میشه، آتش شهوتت خاموش میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بیزنا میگه که روزه بگیرن، ولی من امروز باز یک کمی تشریح میکنم این حدیث شریفه. حالی باید در این زمانه زندارام روزه بگیره. صحیح میگم؟ بیزنا را پیغمبر گرامی میگه بگوین صلی الله علیه و سلم، ولی چنان فساد اوج کرده زندار امروز طرف زنای مردم نمیبینه. شما بگوین 80-90% می زندارا آیا طرف خواهرای مردم نمیبینه؟ 100 بار 10 بار بلند بگوین اگر راست میگین. میبینه نمیبینه؟ پس زنداران باید روزه بگیره. ولی او رسول الله قربان شوم، بگوین صلی الله علیه و سلم. برای صحابه، برای تابعین،
برای تبع تابعین، برای مسلمان واقعی میگه که زندار زن بگیره بزن روزه. ولی حال سر بالا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از راه حل که شهوت بشکنه، یکی از راه حل که نفس زیر پای بیایه، یکی از راه حل که شیطان فرار بکنه، کوچه شیطان راهش بند بکنین، او لقمه نور است. نور زورش به نار میرسه. نور بالای نار قوی است. گناه نار است، آتش است. میگن آتش شهوت، نه؟ میگن آتش قهر. شنیدین کتابا خواندین نگن تا؟ آتش خشم، آتش انانیت، آتش ریا و کبر و غرور. چی مشکنانه؟ نور. این نور چیست؟ روزه. این نور چیست؟ همگیتون بگوین. اینه گناهگار نشدین دیدین؟ این نور چیست؟ روزه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بعضشان هفته 2 روز روزه میگرفتن به تأسی از سنتی کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعضیشان در جهاد مصروف بودن، باز ماه 3 روزه خو حتما میگرفتن. ماه چند روزه؟ فاجعه جریمه داره فکر بگی جوان. ماه 3 روزه در هر ماه، ایام 20 سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. 13 ماه، 14 ماه، 15 ماه، یعنی ماه قمری 13 14 15. ولی قبل از اینکه سخنرانی رو پیش ببریم شما رو پرسان میکنیم که در یک ماه از کدام یکش هستید؟ ماه 3 روز 1، ماه 8 روز دوشنبه و پنجشنبه، 4 2 8. اگر به 16 نگویی، گوشنا رو گفتن دو چند میشه؟ گفت 4 نان. کسی پیش یک عالم دین آمد گفت میخواهم که رسول الله را نه بلند روش صلی الله علیه و به خواب ببینم. گفت حواس داری یا میخوایی؟ گفت نه حواس نه، دوست دارمش که یک بار جمال دلارایش ببینیم. دیروز یک محصل پرسان کرد شما دیدین؟ بار ما گفتم مرچی که بری او گفتم خداوند براتون نشان میده. حواس نکنین، قصد کنین. حواس هر کس آرزو داره، هر مسلمان. ولی بیا دنیا به امید است، میریم به خیر جنت. به جنت رفتن چی کردی؟ هیچ. گندم سر کنکریت پرتی سبز میکنه. خداوند ما و شما را هوشیار بگردانه، الله بالای ما رحم کنه. باز این عالم دین برش گفت که جوان نان نخو یگان روز خیر. امشب پیغمبر علیه السلام خواب میبینی، نان که نخوری بگوی جان نفر گرفتی. و عاشق نان است نه عاشق رسول الله صلی الله علیه و سلم. نان دیر کو، نان نته، گوشت همون بادار را کمی گوشت کم بته، میمانتا برادرتا، حتی همون صاحب را، نمیگم که کی صاحب، همون صاحب را که بالا برده میشه یک کمی کم کو میوهش نانش عزتش خفه میشه یا نه؟ چون اهل نفس، نه اهل نور و نه اهل دل و نه اهل رحمت خداوند. الله ما شما رو امروز اهل رحمت بگردانه، ما را اهل لقمه های نور بعد از این بگردانه. این رفت و شب آمد، سبا بسیار پیشانیش ترش. السلام علیکم جناب مولانا. حالی میدی و علیکم السلام. پیامبر علیه السلام خواب دیدی؟ گفت نه. چی خواب دیدی؟ گفت نان. نان. گفت خیلی اگر روز دیگه هم نان نخوی انشاءالله خواب میبینی. باز گوش نکیمان. گفت خدای مولایی را توفیق بده. ما میگم پیغمبر را میبینم، این میگه نان نخو صلی الله. ولی پیغمبر خدا را به نان چی؟ این کده خودش میگه چرت میکنه نان نخو. میگه خدایا باز تا دسترخوان که میره گفت که نان نخو. خدا فکر نان که باز چرا خواب میبینی؟ اگه ما پرسان کنم که دمی هفته 1 روز 2 روز 3 روز چند تا را شیطان بازی میته، شاید 90% دست بالا کنه. چرا بازی میته؟ چرا امت محمد مصطفی ضعیف شده؟ خویی در فکر ما است. روز تو بگو چشماش هم پر از در چشماش چرا ما را میبینه دیگه؟ چرا عمر فاروق بازی داده نمیتونست بگوین الله اکبر؟ پیروی عمر باشیم رضی الله عنه. باز دیگر روز آمد گفت چرا خواب دیدی؟ گفت نان. دیگر روز آمد گفت 1 روز دیگه هم نان نخوی انشالله میبینی. چرا خواب دیدی؟ گفت نان. برو جوان تو عاشق نان هستی. گوشنکی ماندی نان دق شدی پشتش. دق نشو، برای رسول الله دلتنگ شو.
لو عشق محبت علاقه برای محمد مصطفی بگو روزی 1000 بار. درود شریف بخوانید برش. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شیطان در رگ خونتان قرار داره. ای شیطان کجا بوده؟ شیطان در رگ خون در کجای آدم است؟ در سر آدم است، در پای آدم است، در دست آدم است. انشاءالله از دکتر صاحب پرسان کرده باشین خون در کجا است؟ قلب؟ نه، قلب خو پمپ میکنه خونه. قلب خونه پمپ میکنه. یک دکتری هالندی میگه که اگر الله را هون گونه که عرب های مسلمان میگن بگوین، قلب خوب خون را پمپ میکنه بگوین الله اکبر. دکتر کافر هالندی میگه اگر آن گونه که قاری صاحبا و عربا و تجویدی ها میگه الله این قسم بگویی، بازو مریضاش که پیش میآید، مریضاش که میآید میگه بگو الله، او که الله میگه نه صحیح نیست. چقدر تحقیق کرده اینا. الله قاری صاحب صحیح گفته؟ نه اگه صحیح نیست بگو، من مشکل نیست. قاری صاحبا خوب میفهمن صحیح گفتم یا چه قسم بگویم باید؟ پرو بگویم نه؟ ببینید برادرای محترم، او دکتر هالندی میگه که خونه وقتی که الله میگی پمپ میکنه، وقتی که هیر تلفظ میکنی، های که به های نافی مشهور است اگر نه حلقی است، ایره که تو تنفس الله میگی، او دکتر هالندی چی میگه؟ میگه رابطه بین شش و قلب یک قسم منظم برقرار میشه بگوین الله اکبر. همه چیز در دین است و ما بی خبر، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. یار در خانه دل ماست، یار در خانه و ما گردی جهان میگردیم. کاکای ما گای آمریکا میره گدای گری کردن، گای شوروی افغانستان کمک کنین، خدا اینا را بشرمانه یا توفیق به آمین بگوین. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امروز بر ما دوا میگن غذای نور را. خداوند این غذای نور برای ما شما انشالله نصیب بکنه. روزا هم کوتاه شده نه؟ زمستان است، روزا گرفتن آسان است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن حجر هیتمی صاحب میگه به خاطر هر روز روزه نمی گرفتن که بالای مردم بعدن که می آید سخت تمام میشه، وگرنه هر روز روزه می گرفتن. به خاطر که یک شریعت میشه، واجب میشه، دائم که میکردن یک کار را، این برای امت بازپسین چه میشه؟ سخت تمام میشه. از او خاطر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و فقهای حنفی میگن که همیشه روزه نگیرین، کراهیت داره که اول سر دیگه با سخت تمام میشه و یا برتان عادی میشه. اما امام مالک صاحب می کراهیت نداره، امام شافعی صاحب می کراهیت نداره، امام ابو حنیفه صاحب می کراهیت نداره. ولی دلیل کراهیتش ای که عادی نشه برش. به این خاطر او آسان است. مثلا در 3 ماه 4 ماه اگر کسی غیرت پیدا میکنه، در 3 ماه 4 ماه یگان روزه که بخوره از او کراهیت هم میبره. بگوین الله اکبر. 5 روز منهیه را بخوره او گرفتن جواز نداره. یگان روز دیگر هم که در طول سال بگیره از توم دهر بودن خلاص میشه. 1 ماه 2 ماه 3 ماه یگان روز میخوره، یگان میمونی برابر میشه، دوست آشنایش او هم خوش میشه. چون قاعده روزه نفلی می است که اگر برادرت که میمان کرد برش نگو، حتی الواسه کشکو که بسم الله گفته از او لقمه اهل نفسم بگیری، ولی خداوند ما را اهل روح بگردانه، ما را اهل دل بگردانه. پیشتر سوال کردم جوابش مانده. شیطان در کجاست؟ شما گفتین در قلب است. خون در تمام بدن است. هر جایی که روح است اونجا خون است، هر جایی که در حرکت است اونجا خون است. یگان تا پایش دیدین که شخم میمانه. چرا شخم میمانه؟ خون از اونجا میره. دیدین کسی به حس میشه، دستش فلج میشه. چرا فلج میشه؟ خون نمیرسه. دکترها میگه اونجا خون نرسیده، فلج شده. در تمام بدن خون است. هر جایی که خون است شیطان است. کی میگه؟ محمد مصطفی علیه السلام میگه شما رگای شیطان رو بسته کنین سر راهش. مثل که کیر سر راه شیطان رو بسته میکرد عمر. از کوچه ای که عمر میگذشت شیطان فرار میکرد. چی کنیم که عمر گونه شویم؟ رسول الله علیه السلام میگه که به گرسنگی راه شیطان رو بند کنین. بگوین الله اکبر.
همین چاش توبکی که خورده چاش نشده گشنه است، دقیقا چاشت است. چاشته که میزنه دقیقا خب شب بخیر چی پخته کنیم؟ دقیقا شب است. شب خورده نخورده 10 بجه شب شده، سریال و فیلم والیبال و فوتبال بارسلونا و نمیفهم چی و چی غرق شده ای بیچاره. هی بچه‌ها گوش نمونیم یک چند تخم نیست، یک ذره گوشت برای همین زمین گریار نکنیم. وای 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 مسلمان، وای امت محمد مصطفی علیه السلام. حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها همیشه روزه بودن، همیشه هر روز. حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها، حضرت عمر فاروق همیشه روزه بودن رضی الله عنه. ما خو اگر نمیتونیم و یک نوش کرایت هم گفتیم داره که زن آدم حقش پایمال شوه یا نفس آدم حقش پایمال شوه، یا از فرایض کسی بانه یا از واجبات بانه یا از دنیا درس و تعلیمش بانه، باز تو نکنه. کسی که میتونه بیکارتر است خو یگان روزه بخوره، هر روزه بگیره درجه اول است. بعد از این روزه داود علی نبینا و علیه السلام. خداوند ما و شما را همین روزه را نصیب بکنه، آمین بگویم. یک روز روزه گفته عوام الناس، گفت یک روز کوزه، خوب از آفتابه نگفتن. یک روز روزه، یک روز کوزه. برادرای عوام ما شما اکثرا ما میگیم که کوزه ای بهترین روزه را که توصیف میکنه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. باز نشره بی دیگه مزه رسایی کو که نمازت چقدر مزه میته. اگر این نمیتونی از دوشنبه و پنجشنبه خود تیر نشه انشاءالله. رسول کریم صلی الله علیه و سلم یکان تن تو چود که در رویز کمش کمبو کی باشه حالا چطور میشه بگوین الله اکبر. واجب نمیکنین سرتان، شما هم سر خود واجب نکنین، یعنی تصمیم بگیرید میشه، سنت است، نفل است، تشویش نیست، به شوق به ذوق به اراده خود ما تو دیگه که تحمیل کنیم سرتان، هیچ نگیرین فرض نیست. و لقمه نور میخواهیم که بگیرین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هو اگه درود نخوانید مکه و طرفش میخوانید. دوشنبه و پنجشنبه عمل انسان بالا میره. باز جناب چی میگه؟ جان ما فدای نامشان باد صلی الله علیه و سلم. میگه خوش دارم که به دوشنبه و پنجشنبه روزه باشم که عملم با روزه بالا بره. بگوین الله اکبر. خداوند شما را یک قسم بگردانه، از برکت شما مرا هم بگردانه. اگر نیک تنبل است ماشاءالله امت امروزی که دوشنبه و پنجشنبه را نمیتونه، باز آخرینش اونو برادر اصحاب بیدار کنین. آخرینش باز چی است؟ ماه 3 روز. از این خود اگر تیر شوین دیگه رمضان رفتگی باز آمد، بی نمازا سره از دو جمله میشیم. باز از مسلمان هایی که فقط به نام مسلمان از رمضان اورم به چه قسم یک میگیره یا قرآن تنها در رمضان میخوانه، اورم یک رحمت الله است که یک ما را به زور سر ما فرض کرده، واجب سنت نکرده، نفل نکرده که همینا بگیره. خداوند به ما و شما را هم بفرماید. ماه 3 روز، ماه 8 روز و ماه 15 روز یک روز بعد و هر روز. از کدامش هستی؟ گفت او بچه ها که پلاو میخورن گوشت تقسیم میکنن. از کدامش هستی؟ ایشه میگیری یا ایشه؟ او یکان گوشت کتا باشه رفته خیز میندازم او را میگیره. اول هم تو کدیم کدام وقت ما خود بودیم میکدیم. از کدامش هستی؟ ایسه تقسیم کده گوشت یم گوشت کتا را اول چیخ میزنه، چور میزنه. در زمان محمد مصطفی علیه السلام پیامبر گرامی خورد بودن، پدرشان وفات، مادر رفت، بابا رفت، چی یتیم بچه زیبایی که دنیا را تسخیر کرد. بگوین صلی الله علیه و سلم. باز خرما را ابو طالب صاحب سر دسترخوان تو پاش میداد. چور بزنین بچه های ابو طالب چور میزد، اما او رسول خدا بود. اما تو دب کرده با عزت نفس بینشست. محمد جان تو خرما را خیز ننداختی، چور نزدی، نگرفتی، خو بچه ها خلاص کرد. گفت نه من محمد هستم صلی الله. گویا او را الله آگاه کرده بود که تو کی میشی. بعدن باز از جایش خیست. کاکا گفت کجا میری؟ کاکایش گفت میرم از آبله کف دست خود نان پیدا میکنم، خرما. باز بیرون برآمد. یک کسی
گوسفندکایش آرام کرده نمیتوانست. گفت کاکا گوسفندایت آرام کنم؟ کاکا گفت بله ها. گرد گوسفندایش دست مبارکتم گرفت و کدام صدایی که چوپانا میکنن صدا کرد. گوسفندا جمع شد. گفت بچه جان تو با من چوپان نمی نشینی؟ گفت در بدل چند خرما؟ گفت روزی 16 خرما. رسول الله غریبی میکنه صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. اما هدف سر چور زدن این روش بود که در لقمه نان ظاهر خیلی چور میزنیم و از پیسه ها کدام پیسه از پیش ما خطا میره. این برادرای دکاندار ما اکثرا دکاندار هستین. همین خریدار که بیای 5 دکاندار در شکار است که کدام میکشه میره قب کنه دیگه پیسه میره. یعنی کسی بری نه، یعنی مالش سر همین آدم نمیگیم که بزنه بفروشه. و او اگه خطا خورد چی میگه؟ او بچه از ما خطا خورد از تو خطا نخوره. ما خو گرفتم حق تو حق بگی خوب پولدار است. اطرافی باشه خو انا لله و انا الیه راجعون. اگه شار نامده باشه انشالله خالی نمیره خانه، جیبش یا دکاندارا میگیرن یا برادرایی که او طرف استاد است. چی میگن؟ 4 پته بازا. لا اله الا الله. خدا به اینا توفیق بده. ولی لقمه نور امروز میگیم ما، این لقمه ها را نمیگیم. نشه لقمه نور را وقتی پیدا چه وقت ما حلال خور شده میتونیم؟ از حرام چه وقت نجات پیدا کرده میتونی؟ که از خوردن کم کنی باز کفایت میکنه. ما خود روزه هستم. میده خانومیت هم یاد میگیره، بچه های یاد میگیره، دخترای یاد میگیره. گرچه هدفی تو برای از این نیست که صرفه نان شو و پول زیادی کنه. هدفت حدیث مبارک محمد مصطفی علیه السلام است که در بخاری شریف میگن الله گفت الصوم لی و انا اجزی بی. روزه از من است و ما خودم جزای جایزه روزگی را میتم. در روز محشر شما میفهمین که در روز قیامت شما اگر کسی را حق عبد پایمال کرده باشین ثوابتان از امو آدم خداوند میگیره، از شما را میگیره به او آدم میده. غیبت کرده باشیم کسی را مالش گرفته باشیم حق بنده است. نه از علما شنیدین؟ اینم حدیثی مسلم شریف است که مسکین است آدم ثوابایش میگیره، تماما ثوابایت میگیره. کسی را توهین تحقیر مالش خورده باشی خونش ریختنده باشی. اما اگر روزه کرده روزه گرفته باشی ثواب روزه را گرفته نمیتونه. بگوین الله اکبر. الصوم لی و انا اجزی بی. ابن حجر صاحب میگه ثواب روزه را گرفته نمیتونه، چون خداوند میگه تماما اعمال علیحده است، روزه علیحده است. روزه از خودم است و برای خودم نگاه میکنیم. الله بی نیاز است، خوش الله میآید. روزه انسان را به الله و دیدار الله میرسانه. این آیتی که خواندیم از سوره الحاقه امیر میگه اول که خواندم براتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلوا بخورین واشربوا بنوشین هنیئا گوارا. این را چی وقت میشنویم ما بخیر؟ در جنت که انشاءالله رفتیم. خدا کنه که چشمای ما شما را ببینه و چشمای شما مرا. غرفه به غرفه وگرنه میپالیم هم دیگر خود را. از فرشته ها میپرسیم برادرم با ما مسجد میرفت کجا هست؟ نامش اینه است. غرفه به غرفه جنت. الله ما را در اوجا برسانه و الله بی نیاز صدا بزنه کلو بخورین ای روزگیرا واشربوا بنوشین هنیئا گوارا بما اسلفتم، به سبب این روزایی که گذشتاندین و عملایی که کردین فی الایام الخالیه، در روزایی که خالیه گذشته و تیر شده است. و در سوره بقره میگه و ان تصوموا خیر لکم. اگر شما روزه میگیرین روزه برایتان بهتر است. ما هنوز فایده صحی روزه رو نمیگم، وقت نیست. دکترای فرانسه میگه روزه ریش سفید را جوان میکنه. بعضی دکترای روس که نامش فراموش کردیم در اینترنت برین مطالعه کنین، میگه موی سفید را روزه سیاه میکنه، خون را صاف میکنه. روزه علاج دانه سرطان است. خبر هستین؟ دکترها که میگن من نه، چیزی که دکترای غیر اسلامی میگن و به مریضایشان این گپا را توصیه میکنن. اما هدف مسلمان شفای ظاهر نیست. اما هدف مسلمان جمع کردن پول نیست. مثلا نان چاشتا نخورده صبح نخورده پیسه جمع کردن هدف مسلمان روزگیر این نیست. هدف مسلمان چی است؟
حضرت الله میگه بگوین الله اکبر. ولا خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. هر آینه بوی دهن بد روزدار به نزد خداوند گواراتر است از بوی مشک کرده. روزه که بگیری دهنت بوی میگیره نشویی. امام شافعی صاحب میگه بر از پیشین شدن مکروه است، چون الله را خوش میگه که به خاطر روزه دهنت تعفن بوی کرده. حضرت موسی 30 روز روزه گرفت. چند روز؟ 30 روز، یک ماه. بعد خداوند گفت روزه میگه باز ما و تو ملاقات مناجات داریم، ملاقات داریم. تورات شریف نازل میکنم. حضرت موسی دهنش بوی گرفت، مسواک زد مبارک که ولی دهن بوی گرفت. چطور به الله گپ بزنی با دهن بوی گرفتگی؟ وقتی که نزدیک رفت ملاقات نصیب نشد، گفت یا رب وعده بود یک ماه بعد روزه ملاقات با تو یا الله. گفت چرا دهنی که به خاطر روزه بوی گرفته بود شستشو کردی ای موسی؟ مگر نمیدانی که بوی دهن بد روزدار به نزد الله از بوی مشک کرده خوبتر است ای موسی؟ یا موسی برو 10 روز دیگه هم جریمه است روزه بگی بگوین الله اکبر. شیطان از نمازخوان تا نمیترسه اما از روزگیر میترسه. چرا؟ پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم گفتن که رگای خونتان با گشنگی بسته کنین از گیر شیطان. برو به روزه میشه. یعنی شیطان به چی بسته میشه؟ به روزه. میفهمین چرا در ماه رمضان شیطان بسته است؟ ماه رمضان شیطان را بسته نمیکنه، روزی تو بسته میکنه. بگوین الله اکبر. یک سوال میکنم از شما، در ماه رمضان کسی که روزه نگیره شیطان از او بسته است؟ پس رمضان فایده نداشته. فایده چی داشته؟ روزه، ولو فرض ولو نفل. چرا؟ در رمضان روزه خور است. اگر بومره کجا میره؟ اگر کافر بومره کجا میره؟ دوزخ میره. پس فایده نکرد شیطان بسته بودن برای از اونه. شیطان چی بسته میکنه؟ ریسمان بسته کردن شیطان چیست؟ روزه. از این خاطر محمد مصطفی زمزمه کنین صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کس که قوت نکاح را داره نکاح بکنه و اگر قوت نکاح را نداره فعلیکم بالصوم. علیه بالصوم. این آدم چی را بگیره؟ روزه را بگیره. باز چی میگه؟ فانه له وجاء. به خاطر که روزه برای از این وجا است. اینمی وجا را مکمی تشریح میکنم براتون. ببینید وجا چی میگه؟ وجا کسی را با کار کشتن، یعنی نفس با کار توسط روزه کشته میشه. بگوین الله اکبر. وجا حیوانی را با کار ذبح کردن، کله چیزی را با سنگ کوفتن، این را وجا میگن. حاصل معنایش روزه رگ‌های شهوانی را قطع میکنه. یعنی تو نه که از مردی خلاص کنه، تو نه. یعنی این را اسلام میسازه، روحش را صاف میکنه. امام غزالی رحمه الله تعالی میفرمایند سبب پرواز کردن بنده الله به طرف آسمان روزه هست. خداوند ما و شما را از این لقمه نور خوش نصیب بگردانه. ماه 3 روز، ماه 8 روز، ماه 15 روز، ماه 30 یا 29 روز. یکی از این گزینه ها را امروز انشاءالله به ذهن خود و به الله خود انتخاب کنیم. بالای خود نظر نکنیم، واجب نکنیم. میشه اگه وقت نتانیم به او خاطر اگر تانستیم بگوین این سنت های متروکه جناب محمد مصطفی بلند زمزمه میشنوم صلی الله علیه و سلم را عمل میکنیم. یک صحابه را مبارک باحلی تخلص میکنن، از جناب رسول کریم پرسان کرد. بگوین صلی الله علیه و سلم امامت الباحلی. یا رسول الله علیه السلام اتر یک عملی را برای ما بگوین که الله توسط او عمل بر ما زیاد منفعت برسانه. رسول الله چی گفت؟ صلی الله علیه و سلم علیک بالصوم. بالای خود روزه را لازم کن، یعنی روزه را بگی. باز گفت که یا رسول الله بلند بگوین صلی الله علیه و سلم ای تو یک عملی را بگوین که بسیار زیاد ثواب داشته باشه. حضرت رسول الله گفت صلی الله علیه و سلم اگر نگوین ما حدیث نمیخوانم فکرتون بگیرید.
صلی الله علیه و سلم علیک بالصوم فانه لا عدل له فانه لا مثل له. روزه را بگی که مثل روزه هیچ عبادتی نیست. بگوین الله اکبر. پیغمبر گرامی میگه صلی الله علیه و سلم علیک بالصوم فانه لا مثل له. برای روزه هیچ مثلی نیست. در ادیان گذشته مثلا مشرکین برای بتایشان سجده میکردن، رکوع میکردن، قیام میکردن، نظر میکردن، طواف میکردن، قربانی میکردن، پول خیرات میکردن، اما تنها کاری را که الله نمانده که بکنن او میفهمین چی است؟ او روزه است. بگوین الله اکبر. از این خاطر میگه الصوم لی و انا اجزی بی. روزه از ماست. حتی مشرکا که در اعمالای دیگه ما اونا کارای کردن، مثلا نماز خواندن برای خداهایشان نعوذ بالله، ولی روزه نگرفتن. به این خاطر خداوند نمانده. به این خاطر الله منان جل جلاله بلند بگوین جل جلاله میگه که حدیث قدسی روزه از ماست و در روز قیامت کسایی که روزه فرضی یا نفلی میگیره، فرضی رو ما شما بیز گرفتیم و رمضان رو فراموش کرده بودیم، خواستیم که شما را این دسترخوان باز یک دعوت کنیم. شما را با خدا قسم جلت عظمته اگر ما بگوییم که این بر از نماز جمعه بالا مولوی حیات الدین خیرات کرده، خدا قلف دلش باز کنه و پیسی حلالم برای زیاد بده، بالا کباب چندگی است، انشالله از 4000 نفر مسجد ما یگان 500 نفرش که برا 3500 نفر در دعوت اشتراک میکنه. بیز گوش نماندیم دیگه. ولی ما او شما را به او دسترخوان دعوت نمیکنم، شما را به دسترخوان نور دعوت میکنم، دسترخوان گرسنگی، دسترخوان روزه، دسترخوان انبیاء کرام، دسترخوان اولیاء عظام، دسترخوان دیدار الله است. روزه گرفتن در دسترخوان عشق با رب العزت و الجلال است، دسترخوان صحت، دسترخوان امنیت. روزه است. روزه است. از حرام نجات. یک کسی که روزه گرفته بر رشوت خوردن نمیتونه، فکرتونه بگیرین. روزه نفل گرفته بر دیگه رشوت خوردن نمیتونه، دلش به روزیش میسوزه. سود خوردن نمیتونه، یک روزه گیری نفلی فرضی رو خود گرفته. نامحرم بیای رحم به روزیش میایه که چطور به نامحرم نگاه کنم، چشمایم روزه است، زبان و گوش و قلب و تمام وجودم روزه است. الله به شما این روزه را، این غذای نور را نصیب بکنه. گر تو گیری لقمه از خوان نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. رنگ و رخ اصحاب صفه می درخشید مثل نور. اکثرا روزه بودن. حتی بعضیشان در وقت شام میشه برای افطاری چیزی نمیافه. نزدیک مسجد محمد مصطفی می برای زمزمه کنین صلی الله علیه و سلم. ابو بکر تیر میشه میگه ما آیت صدقه را برش خواندم که اگر بفهمه که اینه ما خود صدقه میگم کمک شکم گوش است. گفت ابو بکر صاحب نفهمید مبارک یا فهمید نداشته جیبش چیزی. عمر گذشت تا اینکه محمد مصطفی گذشت. بگوین صلی الله علیه و سلم عمر به خانهش بود، کمی شیر برایم نوشانید. حضرت رسول الله علیه السلام خانه بی بی فاطمه رضی الله عنها می روند. 2-3 روز نان نیافته بخوره. حتی بعض وقت پیغمبر گرامی خانه می رفت، آیا چیزی هست برای خوردن؟ لا یا رسول الله. باز چی می گفت؟ فانی امرأ صائم. خیلی تو که است من نیت روزه را میکنم. فانی امرأ صائم. در غزوه تبوک چی غزوه گرمی، آنقدر گرم. بعضی صحابه های کرام روزه بگوین الله اکبر. رسول الله روزه صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. روزه بگی تا شهدای صحابه که از نیافتن آب شهید شدن به یاد بیاری. گرسنگان را فراموش نکنی. ما دیده ایم میمانی ها را، ما دیده ایم خیرات ها و ختم های قرآن شهر خود را. همه فیودالان اشتراک میکنن، همه شکم سیران اشتراک میکنن. روزه بگی کاکا مولوی، کاکا شیخ، کاکا ولی، کاکا وکیل، کاکا تاجر، کاکا دکتر، خاله جان، همه روزه بگی تا از درد دل یتیم با خبر شوی. و قصر نشینا روزه بگیرن.
اگر مسلمانان روزه نفلی بگی یگان روز، آقای رئیس جمهور روزه نفلی بگی، وزیر صاحب، که حال ملت او وقت میفهمی، تو درد ملت اونگاه میدانی، والله به نفت گپ میزنم. هر کسی که میشنوی این خطاب به همه امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. وقتی ما شما پورا شده میره، عنوان ما غذای نور است، لقمه نور است. خداوند بر شما این لقمه را نصیب بکنه. خداوند این لقمه را براتون نصیب بکنه که سر لقمه دنیا امروز جنگ است. ببینید جنگ دنیا سر چی است امروز؟ فکر میکنم تک تک که ما هر طرف میکنیم سر ما است. بیغم باشین برادرای محترم، علم سیاست بفهمیم. جنگ امروز جنگ اقتصاد است. جنگ چیست؟ اقتصاد. حتی بعضی رو دماغ میمون ما تو هم نیست، بعضش هست و بعضش نیست. جنگ امروز جنگ اقتصاد است. نان از دانت بگیره. شرق و غرب امروز در جنگ است. امروز اگر بالای نفس پایبانی توسط روزه میتونی. امروز اگر میخوای از کافر کمک نگیری توسط روزه میتونی. امروز اگر میخوای عملت قبول شوه توسط روزه میتونی. امروز میتونی بالای کی مورد دشمن است؟ شیطان. چه قسم شیطان شکست میدی؟ توسط روزه میتونی شکست بدی. ریسمان شیطان کی است؟ النساء حبال الشیاطین، زنان بی حیا، دور از خواهرای با حیای ما در دانشگاه ها میبینیم، ما در سرک ها و جاده ها میبینیم. الله ما را ببخشه. اینا کی هستند؟ اینا ریسمان های شیطان هستند. حضرت محمد مصطفی علیه السلام میفرمایند که النساء، زنان بی حیا، دور از با حیایشان، ریسمان شیطان است. شیطان در گردنت کمندش حلقهش اندازه. چه قسم جوان خود پهلوان میسازی، چه قسم خود نجات میتی، چه قسم ورزش برات یاد بتیم که خود نجات بتی. بله اون فیگور گرفتن چیست؟ روزه. او که کسایی که پرورش کار میکنن بزرگ تو پشو که آمده سهل شیر دان که صفها بشکند. شیر آن است آن که خود را بشکند. خودت بشکن. توسط چی؟ گشنگی، تشنگی. الیاس علیه السلام اسرائیل در جانش آمد، جانش میگیره. گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از روزه هایی که در تابستان میگرفتم حسرت میخورم که از اون محروم میشم. زمستان خاصان است، در تابستان نشه داره، کیف داره. آیا رمضان رو فراموش کردین؟ کراچیوان هایی را میدیدم، دکاندارایی را که حلقه کشتش نه میامد لباسه کشتر میکرد، باز میرفت سر کارش مجبور بود لقمه نانی هم پیدا کنه، اما روزش نمیخورد. او تشنگی برش خیر نشه داشت و لذت داشت. رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم للصائم فرحتان، برای روزگیر ولو نفلی ولو فرضی دو خوشی است. یا خوشی در وقت افطار، سبحان الله، شاید گریه بگیری در وقت افطار، شاید اشکت بریزه، شاید قلبت بلرزه، دستکایت بالا یا پایان. اللهم لک صمت، ای الله برای تو روزه گرفتم. اگر نمازخوانم نباشی نمازخوان میشی چون روزه گرفتی. اگر اهل جماعت نباشی جماعت میره چون روزه گرفتی. اگر حریص دکانت باشی دکان قفل میزنی چون روزه گرفتی. اگر قرآن خوان نباشی قرآن میخوانی چون روزه گرفتی. اگر دروغ میگفته باشی نمیگی چون تو روزه گرفتی. بسیار زیاد است. اما رسول الله در جای دیگری چی میگه؟ بگوییم صلی الله علیه و سلم. در اینجا میگه که دو خوشی است، یک خوشی به وقت افطار، دیگه خوشی کجا است؟ ملاقات. با کی ملاقات داری؟ آقای روزگیر، خانم روزگیر. خواهرها خفه نشون، اونا هم روزه هستن. با خدا خواهرها از ما که زیادتر روزه بگیرن. با کی ملاقات میته الله روزه تو را؟ با الله جل جلاله. ای روزه سفیری است که تو را به الله میرسانه. بگوین الله اکبر. دیدار برات نصیب میشه. خدا به برکت شما برای ما هم نصیب بگردانه. اما در اخیر حدیثی که بسیار زیبا و مبارک است از جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم: الصوم جنة من النار. صوم سپر از آتش است. یا صوم در حدیث مطلق می آید سپر است. سپر در برابر بلا، سپر در برابر معصیت، سپر در برابر نفس و شیطان، سپر در برابر کفار، سپر در برابر ترسی که داری. و یک گپ جالب، شاید بعضی ما ترسو باشیم، همین خواهرها زیاد میترسن، حالا بلا آمد، جن آمد که نمیفهم چی آمد.
چی کنه؟ قوی شود روزه بگیره. کسی که از الله میترسیده همه چیز از او میترسیده. آرزومند هستم که بالای حیات الدین و شنونده هایش سخنی حیات الدین نه، سخنانی که از قرآن کریم خواندیم و حدیث پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم خواندیم بالایتان تاثیر کرده باشه و روزه را بگیرید. ماه 3 بار درجه پایانش، ماه 8 بار دوشنبه و پنجشنبه ایره خوب باید بگیرین انشاءالله. و از این که پیشتر یک روز بعد روزه حضرت داود علیه السلام. علی مرغینانی صاحب هدایه است. هدایه را به شکم خالی نوشته کرده، روزه بودن مبارک. صاحب هدایه فقه کتاب معتبر ما احناف علی مرغینانی در چند ماه هدایه شریفه روزه بوده نوشته میکنه. خدا روح اون مبارکایی که یاد کردیم شاد بگردان، قبراشون پر نور کو، خصوصا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خانی بی فاطمه صاحب میره که بی فاطمه کجاست؟ عین فاطمه هو صائمة یا رسول الله. و روزه است. دید که در خانهش یک مسجدک در جمع میراب چسبیده این پوست مبارکش. نان کجا پیدا میشد؟ حضرت علی صاحب ظاهرا فقیر بودن، چسبیده. خو یک نان در اون بغلکش ماندگیش نان جو پالوی بی فاطمه منتظر پدر از بیایه با روزه را یک جای افطار کنه. پدر که داخل شد، بی صاحب مادر ما، مادر رئیس زنان جنت، این مبارک رئیس صاحب واقعی، این رئیس صاحب این از این رئیس یاد بگیرد. رئیس های ما شاید خواهرای ما را به دیگه طرف تشویق کنند، اما بیا رئیس صاحب از دختر محمد مصطفی یاد بگی زندگی را، دستور العمل اسلام را، ایمان را یاد بگی. رسول الله علیه السلام داخل محراب نشست، دختر از جایش خیست، السلام علیک یا رسول الله. امینان برای شما نگاه کردیم، ما هم نان نخوردیم تا بهار. و بدن پدر که مان گفت بچیم، پدر از 3 روز شده بود که نان نخورده بود. انبیاء کرام میتونستن هفته ها هم نخورن، ولی به خاطر ما که ما نمیتونیم. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. در مورد مسواک میگه اگر در امتم سختی نمیاد به هر نماز میگفتم مسواک بزنن، اما چون برشان سختی می اگر مسواک بزنی خوب است یعنی حاله، اما سختی که می واجب نکردیم بگردن، یا تراویح که واجب نشد. پیغمبر گرامی میخوان ولی فهمید که واجب میشه با خانه خوان. با حضرت عمر صاحب خواندن که ما شما نفل یا سنت گفته میخوانیم. رحم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برادرای بسیار محترم، رحم به جان ما بکنیم، خود ما را از آتش دوزخ نجات بدیم. با تمام اعمال صالحه، خصوصا روزه نفلی. فرضی رقمش بسیار بالاست، این نفلی بود که من برای شما تشریح کرده آمدم. یک برادر یک روز مرا گفت که مولوی صاحب به هر جای رفتم تداویم نشد، مرض لا علاج است. شما رو گفتن که کدام دوا یاد داریم؟ گفتم بله بابا بسیار دوا پیش من است الحمدلله. نسخه هایی که پیدا میشه، گفتم یک دوا در شب میگم، یک دوا در روز. چون رسول الله میگه بلند بگوین صلی الله علیه و سلم در جنت یک قصر است که از بیرونش درونش معلوم میشه و از درونش بیرونش. لمن یا رسول الله؟ بری کی است ای پیغمبر گرامی علیه السلام؟ گفت کسی که نرم خوش اخلاق است، شیرین گپ میزنه و صدقه میکنه، و مردم خواب است، شب به تهجد میخیزه و میفهمین پس آن چه گفت و روزه میگیره. ما گفتم من از این 4 گپ 2 گپشو برای تو میگم. او کاکا گفتم جور میشه انشاءالله، تو جور میشه چی کو؟ ما تو نصف شب بخی تا سحر گریه کن، نماز بخوان، روزه بگی. همه روز نه، برش گفتم یک روز روزه بگی، یک روز بخو، انشاءالله جور میشه. والا مولای صاحب نه ایره نمیتونم. تو که نمیتونی انا لله و انا الیه راجعون، مردن آسان است. یک کاکای بزرگوار گفت این پایم درد میکنه. این غمی پایم درد میکنه، امی چطور شود؟ دوایش چی است؟ هر چی که تداوی کردم نشد. گفتم دوای پای شما کاکا جان خاک است. هیچ نفهمید که من چی میگم. یعنی قبرستان جا که رفت تداوی میشی باز. پیشو دخلین درد پای تو که هستی کاکا؟ خاله اما تو که بغمی درد ظاهر هستی؟ درد باطن تداوی کو.
غم ایمان بخو، او را خداوند خودش جور میکنه. اگر جورم نکنه مهم نیست. یک کسی که چشمش اعماست از مردم عرب، فکر کنم اونجا من براتون گفتم، ازش میگه که میخوای چشمت جور شو؟ گفت نه، زیرا در روز قیامت به حضور خداوند میگم که چشم نداشتم. اگر برای ما رحم کنی. ما چشم دارا چه جواب میتیم؟ به چی گناه به چی ما بوده که نکردیم؟ الصوم جنت. روزه بگی جوان، متعلم، محصل، طالب علم دین، قاری قرآن، معلم صاحب، اساتید محترم، مامورین گرامی، دکانداران، زندار و بیزن. خب با زنها تماس داریم نداریم؟ اکثرا شما در شهر زندگی میکنیم، هر طرف زنهای روی برهنه هستند با استایل‌های عجیب و غریب که با کمندها و ریسمان‌های شیطان می. تو زنم داری. اگر نمیتونی خود کنترل کنی، اگر تقویت بلند نیست، روزه بگی. روزه بگی. خود به خود روزه حیا را میاره، روزه تقوا را میاره، روزه سپر است، روزه کوه است، روزه دریاست. اگر با تقوا هستی حاجت گفتن من نیست، تو بیا از روزه میگیری. میفهمید من چی بگم براتون؟ اگر شما به تقوا هستین، چشمتون میخوره به نامحرم، یعنی پوست کردن میگم دل میره. اگر دل میره خود تو به تقوا هستی روزه بگی. اگر نه تو با تقوا هستی، من نمیگم روزه بگی، با تقوا خورا میگن که روزه میگیره. او خودش روزه هست دیگه. تشویق ما چی هست به او؟ خدا ما شما را هوشیار بگردانه. وقتی ما شما پوره شد، میخوام هم مگیتان با آواز بلند عنوان بگوین چی بود؟ آفرین لقمه نور، گر تو گیری لقمه از خوان نور، خاک و ریزی بر سر نان تنور. ابراهیم ادهم یک جای میمان شد. سب مثل که امروز اگر آنجا میرین بالا برین سب مولا ایسای بالا مرا دیگه نه خود دیگه بالا ما رو نمیگم، خودی من بالا خود بالا برو بالا سای مرغ علایده وی پلاو علایده وی کباب علایده وی چی و حسرت میخوری در شهر که در وطن که مردم نان خوردن نمیافه. بالا بشی بالا. با خدا خجالت ما گوی اشتراک کردیم ششتیم بالا، ولی خجالت شدیم و الله چی جواب میتون روز قیامت برد. از زیر قولش ابراهیم ادم کسی میمان که بالا رفت، از زیر قولش یک کمی نان جوا کردش خورد. ابراهیم گفت شما از این نانا، گفت نوش جانتون بخورین، بسم الله کنین، حسابش روز قیامت بتین. بعد گفت یک منقلی از آتش بیارین. منقل از آتش که با سنگ در بینش داغ شده بود آوردن. اوچت برخاست گفت ابراهیم یک لقمه نان جو داشت خورد، حسابی داد پایان شد است. گفت شما هم خوردگیتون حسابی بیتین. همه سر افکنده شدن. خداوند بالای ما رحم بکنه. ما نمیگیم نان جو بخورین، ما میگیم پلاو بخورین، کباب بخورین، دارین بخورین، حلال بخورین. خب کمی روزه هم بگیرین، همون حقی که دیروز میخورین به غریب بتین. در یک کافی دو جوان میره، دو جوان نان میخوره. پشو که پیسر ما میتون، پشو پیسر ما میتون، یکی زید نام داره یکیش بکر. احمد و محمود ما مثال نمیتیم چون نام مبارک محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم. یکی زید است یکی بکر. خود دو خوراک کباب خورده چند میشه؟ 4 خوراک. اگر 100 روپیه کم ارزان بای بگیریم 500 100 و چند روپیه است. این 500 گاهی وقت ما هم خوردیم، شما هم بخوریم. یعنی گاهی روزه هم بگیرید که کپ فقیرها رو بخورید. بازی زید چی میگه؟ چند شد کاکا؟ 500. نه ما میتونم این تیلا بکن. پس که ما میتونم. من یک روز با یکی از دو جوانان سر خوردم. تو چی میکنید بچه‌ها بخیر؟ ما رسو جنجال داریم. با چی جنجال داریم؟ این میگه ما میتونم، این میگه ما بتون با عادیتون میتونید یا یکیتون میتونید به رستوران والا پیسه را. گفت نه یکی ما دیگه. گفتم یکیتون به رستوران والا بتین، یکیتون اونو بچه که رنگ بوت رنگ میکنه و پیسه را به او بده. تو خوب از میدونی نه؟ اگر دروغ نمیگی، اگر تو سخی، اگر تو مهربانی، اگر تو اینقدر دلت با پیسه نمیسوزه، بده به او کسی که بود رنگ میکنه. کاکا بود رنگ کنم. نه کاکا خیره بود رنگ میکنم. کاکا چی میگه؟ برو گم شو بود ما پیشتر رنگ کردیم. ای کاکای نوجوان، او برات گفته نمیتونه کاکا 20 رو ببریم بده. او با غیرت است، او افغان است، او مسلمان است. تو روزه بگی که دل از او با خبر شوی. بچه یکی بولونی میفروشه، ازش میپرسن 12 بجه شب است. چی میکنی اینجا؟ بولونی میفروشم. خب بچه 12 بجه شب است. خب مادرم گفته که بولونی نفروختی به خانه نمیمونم در خانه. مادرم ملامت نیست.
مادر شوهر نداره، مادر نانآور نداره. بازی برادری که نوش جان این مجاهد، این دوست خدا، این دوست خدا، این عالم دین. با 4 کتاب که من مولا نمیشم، با 4 تا کتاب، 5 تا 6 تا کتاب خواندن، دین عمل است. این عالم دین، این دعوتگر، این مسلمان. پیسر از بیش میگه $100. میگه بچه‌م کوکوی چی است؟ میگه بولانی های تو میخرم. بولیان رو کوکو میگیره، $100 رو برش میته، پس این بولانی رو برش دوباره میده. این کار شده، یکی از برادرای من کار کرده، به افتخارش بگوین الله اکبر. روزه بگی، روزه که بگیری دلت نرم میشه، نفس پایمال میشه، ذهن روشن میشه. برای متعلم مواصل بسیار خوبیش است. نابغه میشه، نابغه اگر روزه بگیری. چرا این علمای سابق گنگس و گل نبودن؟ روشن، زیرک، علامه ها، حافظین حدیث. چرا این قدر عقلشان، ذهنشان بالا بود؟ اینو اکثر روزه میگرفتن. ما خواهمی فقط پرتو که نمیپردی. ولی او بس یک لقمه دیگه هم بگی، بس از تیر شدید یک لقمه دیگه هم بگی. چرا میگه یک لقمه دیگه هم بگی؟ یک لقمه رو به همسایت روان کن. اون روز در یک جای بودیم کباب آورده خودیم، الحمدلله خداوند باز برای ما برای شما نصیب بکنه. خود خوردیم، یک چند سیخ زیادی کرده. امیر بگی تو شما نوش جان کنید، ما خو اشتها ندارم. امیر مولای صاحب که نگیری شد نداره، ما تو میره اونو با برادر بیت که چای صبح نخورده. والا راست میگه، فکرم نیست. تو فکرت کجا هست کاکا؟ فکر تو به کجا هست؟ اونو به اون طرف سعی کن نشان میتون برد که به کی ببتی. نخو یک لقمه کم کو، یک لقمه رو به کسی دیگه بده. گذشتگان مغفرت، حاضرین توفیق. خدایا تو عاقبت ما را به خیر بگردان. تو به ما توفیق بده یا رب. شیرینی که دین داره یا رب هیچ چیز نداره. شیرینی که عبادتی تو داره یا رب هیچ چیز نداره. شیرینی که غذای نور داره، روزه داره، هیچ چیز نداره یا رب. خدایا تو شیرینی رو برای ما نصیب کن. تو به ما انسانیت نصیب کن. تو به ما مسلمانی نصیب کن. تو به ما بندگی نصیب کن. تو ما را از او زنده کننده های سنت های ترک شده رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. یعنی ما را زنده کننده های روش پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بگردان. گذشتگان ما را بخشش کن، حاضرین ما را بخشش کن، غایبین ما را بخشش کن، گناه های ما را بخشش کن، ایمان ما را قوی کن، نفس ما را پایمال ایمان ما بگردان، درون ما را صاف کن، لقمه حلال نصیب کن. الهی در دم اخیر بی ایمان ما نسازی. الهی آن وقتی که روزه و نماز، قرآن و دین در قبر به سر وقت اون مردم میرسه، ما را از اون مردم بگردان. الهی در میدان محشر طبق حدیث ترمذی شریف که روزه مردم را شفاعت میکنه، روزه ما را به سر وقت ما برسان، قرآن و رمضان را به سر وقت ما برسان. الهی در دم اخیر بی ایمان نسازی. الهی در جنت نتیجه روزه که دیدار توست، لقای توست، وصال توست، جمال توست یا رب. یا رب او را بر ما نصیب بفرمای و تو توفیق ما بده. ما گفتیم هنوز نکردیم، ما شنیدیم هنوز نکردیم، تصمیم داریم. تو ما را سست تصمیم مگردان، تو ما را به استقامت مگردان. شیطان خیلی کار میکنه که ما را نگذاره و تو ما را توفیق بده که ما با فرق شیطان بزنیم، با یاد تو و با روزه گرفتن تو و به سجده کردن به دربار تو و به عشق ورزیدن به کلام تو و به سنت حبیب تو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و آخرین قول ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله.